سرخط خبرها. وزارت کارهای داخلی گفت در روشن 114 کس دستگیر شدند. در دوشنبه مانع نمایشنامه منقول شدند. و با گذشت 3 روز هنوز عاملان حمله به خبرنگاران رادیوزادی آشکار و بازداشت نشدند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز 20 می است. برنامه را از آخرین خبرها درباره خروق آغاز میکنیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 می با نشر بیانیه گفت در جریان عملیاتی به قول مقامات ضد تروریستی در ناحیه روشن 114 نفر را دستگیر کردند. وزارت یک روز پیش شماره بازداشت شده ها را در این ناحیه بیش از 70 نفر گفته بود. ساکنان بدخشان میگویند عملیات در روشن برای سرکوب تظاهرات مردمی عادی بود که به نشانه اعتراض از عملکردهای مقامات در شهر خروق شاهراه دوشنبه قلمه را بستند. این راه تاجیکستان را به چین وصل می کند. در بیانیه وزارت که روز 19 می در خبرگزاری دولتی خاور نشر شد آمده است هنگام عملیات 24 اتومات کلاشنیکوف، 5 پولمیوت، 18 پیستولت گوناگون تمغه، 4 ملتق تاز 18، 11 نارنجک دستی F1، 86 کوکتیل مولوتوف، 3 کیلو تراتیل، 15 راسیا و 53 تلفن مصادره گردید. گفته ای که تصدیق اون از منابع مستقل غیر ممکن است. وزارت در این بیانیه علیم شیرزمانوف یکی از پیشوایان مخالفین در خارج، خالباش خالباشف یکی از فرماندهان سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان و همسر سابق او الفت خانی ممدشایو را راهبران گروه نامیده است که گویا در بدخشان ناامنی را به راه انداختند. علیم شیرزمانوف و الفت خانی ممدشایو این ادعا را رد کرده گفتند هیچ نقش در تظاهرات ندارند. مقامات میگویند روز 18 می در جریان عملیات در ناحیه روشن 8 ساکن محلی کشته شد. اما ساکنان روز 19 می درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. مهمان بختی شاعر و درامنویس و رئیس سابق اتحاد نویسندگان تاجیکستان در 81 سالگی درگذشت. سرور بختی پسر شاعر در این باره روز 19 می در فیسبوک خبر داد. علت مرگ او گفتن نشده است. مهمان بختی سالهای گوناگون در تلویزیون تاجیکستان، تاجیک تلفیلم و تئاتر لاهوتی کار کرده از سال 2003 تا 2015 رئیس اتفاق نویسندگان بود. سالهای 1995 2000 وکیل پارلمان و از سال 2005 تا 2010 عضو مجلس ملی بود. قصه های آه سبوک، خوبان، 3 ساعت دهشتبار، کتاب شعرهای پیغام بهار، خیال شیرین و مجموعه نمایشنامه های اه جوانی جوانی، آهنگ خیال و دیگران را نوشته است. نمایشنامه های فردوسی، شاه اسماعیل سامانی و طلسم سیحون نیز حاصل زحمت های اوست. سال 1988 جایزه به نام عبدالله رودکی و سال 2014 مدال ادبی بین‌المللی به نام میخائیل داستایفسکی را گرفته است. با گذشت نزدیک به 72 ساعت و با وجود مراجعت‌های رادیوزادی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هنوز عاملان حمله به خبرنگاران رادیوزادی آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات‌های ربوده شده این همکاران ما نیز تا هنوز خبری نیست. سرونازی روح‌الله این موضوع را پیگیری کرد. 2 روز پیش در همین محله و عیناً در همین مکان با همکاران ما از رادیوزادی و از بخش نستایش ورمیا از سوی افراد نامعلوم حمله صورت گرفت. حالا از همکارمون جزئیات این حمله را میپرسیم که چگونه رخ داده است. ملاجع بگوید که آن روز در این مکان چی حادثه رخ داد؟ بله، تشکر سروناز. 2 روز پیش ما تقریبا همین ساعت‌های بعد ساعت 14 بود آمدیم و نقلیات رو در اینجا گذاشتیم و برای احتیاط خانه الفت خانم ممدشایو دورتر، کمی دورتر از اینجا است، 200 متر دورتر ماشین رو در اینجا گذاشتیم، رفتیم صحبت رو انجام دادیم، با تلفن ثبت کردیم، از اونجا برگشته آمدیم. همین که آمده اینجا ماشین در ماشین باز کردیم، من کاستوم خود را و شتاتیو در کرسی قفا گذاشتم. همین حالت از اون طرف 2 نفر مرد حضور
با 60 دویده آمدن. اول من گفتم تلفنات من گفتم شما کی هستی خودتون معرفی کنید. دیگه من یکتاشون تله داد، من افتیدم در کرسی قفا، خودش از کرسی پیش گذشت و من دو سه مش زد. تو حاضر از این تجهیزاتی که از شما را بوده شدن چه خبر است؟ برگردوندن شما چیکار کردید؟ به مقامات مراجعه کردید؟ بله، در عموم از من 2 تلفن و از همکارمون برادری 1 تلفن 3 تلفن گرفتن. ما همون روز بعد 2 ساعت رفتیم به شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا، از ما مفصل بیانات گرفتن، ولی تا حال نه که به ما هیچ خبر ندادن از نتیجه تحقیقات. حتی ما چندی مراتب است که زنگ میزنیم به مسئولین شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا، به خصوص به معاون سردار شعبه آید به کارهای اپراتیوی جستجو، حتی او به زنگ‌های ما جواب هم نمیدهد. خودی همان روز و بعد از 20 دقیقه زیادتر همکارانی ما از بخش نستایش ورمیا هم برای صحبت با افت خانم محمدشاه و به نزد او آمده بودند و به آنها نیز همین حادثه رخ داده است. و حالا از همکارم انوشروان عارفов جزئیات حادثه را میپرسیم. ما بعد از اینترویو با الفت خانم با ماشینمون شدیم. این تیرزای همین ماشینم با پایون بود. 2 تلفن دستی هم در دست خودم بود. همین یک کمری سفید همینجا اومده ماشین ما محکم کرد. برآمدمون نموند. 3 نفر پریدن، 2 نفر از اون طرف رفتن، 1 نفر از این طرف خودم رفت. من اول نفهمیدم چی گپ شد. من گفتم اکا سلام علیکم، ماشین تا نمیگیری؟ میگه هو سلام علیکم. دستم هم خیلی بود. قپیدگی بودم، تلفن از دستم قپید، 2 تلفن کنده گرفت، کیسه خودش بمون. بعد من در کشوده برآمدم، گفتم چی گپ اکا؟ خودتون معرفی کنید گفتم. من هم خیلی قپید، خب کن. حالا شما دا میتیان چیزاتونم. گفت کامراش هم گیر. من و اکای نسیم گفتیم که این کامرا هیچ ندارد، همون کارتش رو گرفته شد، دیگر هیچ ندارد، نه کامرا هم میگیریم. گرفت همین ماشین با کامرا موند، از اکا نسیم اکای و هم تلفناشون گرفته که سوار شدم با ماشین. من گفتم من نمیرم، من که شما میرم گفتم. راو گفتن همینجا با تو خوردن اون طرف برفتن که ما بعد از رفتن اونها دیدیم یگان کامرا نیست اونجا، با که نفهمیدیم کدوم طرف و دیگر گوره. نمایش منقور ترکیبی مزروی اثر دروهای برونی چنگیز ایمتов و در کارگردانی برزو عبدالرزاقов که باید شامی امروز 20 می در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد بازداشته شده است. در این باره بعضی از اشتراکداران نمایش در فیسبوک خبر داده اما سببش را شرح ندادند. دلیر امامعلی خبرنگار و هنرپیشه تاجیک و یکی از اشتراکداران نمایش در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت no comments، یعنی بدون شرح. منابع آگاه گفتند مقامات روز 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند، ولی دلیل پیش نآوردند. وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز رسما چیزی نگفت. معلوم نیست نمایش موقتا بازداشته شده است و یا در آینده روی صحنه خواهد آمد. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقов کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه است. او مدت‌ها باز در قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان کار می‌کند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می‌دهد. می سال 2020 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت اعتراض کارگران چینی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنیسار که آلتین تابکنی پیشینه می باشد خاموش کرده شد. آن روز حدود 60 کارگر چینی شرکت به نشانه اعتراض به خاطر دریافت معاش و هم از بسته شدن راه به سبب پاندمی کرونا ویروس کارشکنی کردند. مقامات گفتند از راه مذاکرات این بحران حل شد. کارخانه سال امکان کارکرد 1 میلیون تن معدنی سربروح را دارد. 20 می سال 2015 وزیر معارف تاجیکستان نورالدین سعید گفت از سپتامبر آن سال تمام لیسی‌های ترکی در کشور به مکتب‌های خوانندگان بالیاقت تبدیل شده تعلیم زبان ترکی نیز لغو می‌گردد. کارشناسان گفتند بستن مکتب‌های موفق ترکی در تاجیکستان در مشورت با انکره کرده شده است که این مؤسسه‌ها را مربوط به روحانی مخالف حکومت ترکیه فتح‌الله گولن می‌نامند. 20 می سال 2020 در دوشنبه سیف رحیمزاده افردی نویسنده و رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کشته شد. قتل او را ادامه سلسله کشتارهای شخصیت‌های معروف جامعه می‌نامند که
ба иттиҳоми мақомоти расмӣ кори дасти гурӯҳҳои марбут ба мухолифи ҳукумат мебошад. 20 май зодрӯзи ду шоири маъруфи тоҷик Муъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ аст ки ҳарду барои рушди фарҳангу шеъри тоҷик умри худро бахшиданд. Муъмин Қаноат дар 86 соли умраш бо шеъраш даъват ба худогоҳӣ ва худшиносӣ кардааст. Лоиқ Шералӣ 59 сол умр дид, вале яке аз мардумитарин шоироне буд ки бо як шеваи нишонрасу раво аз ватану миллату ишқу муҳаббат ситоиш кардааст. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз 20 май чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи равон буд. бароятон истироҳати хуб орзумандем. то барномаи баъдӣ худо нигаҳбонатон.